سلام، امروز اومدیم با یه ویدیو خفن دیگه. بازی اسپایدرمن 2 قسمت 2 از مستر گیمر. بزن بریم برای ویدیو. بیا بریم. کسی اینجا نیست. بیا بریم. مطمئنی فلش تو کمد طبقه بالا؟ تقریبا. چی؟ گفتی که مطمئنی؟ بودم، یعنی هستم، ولی الان چرا میپرسی ها؟ نمیدونم، استرس دارم. نگران نباش، همونجاست. آفرین بچه ها، آفرین به شما. سب کن. دارن چی کار میکنن؟ اونا فوق‌العاده عمل جمعه شب اینجا چی کار میکنه؟ درسته فیلتریک. باید جایزه مبتدی بسکتبال ماهو ببری، زود باش. باید تا ابد توی اون تیم بمونی. باید سری بریم. نه صبر کن، ما رو میبینی. اجازه نمیدن که حریف بخواد کاری انجام بده. اونا بی‌نظیر ظاهر شدن. خدای من اینجا رو ببینید. بیا. پشت محبت گیر افتادن. دفاع چند لایت. اونا واقعا بی‌نظیرن. حالا ببینید چی کار میکنن. یه پرتاب سه امتیازی. خدای من گل نمیشه. باید سر و صدا کنم. بزنمش به سطح. خوبه؟ نه، کثیف کاری میشه. ببینیم اونا چی کار دارن. فلش آماده باش. اونا هم انگار دارن عمل نمی‌کنن. آفرین به این. عالیه، زود باش. اونا به این کار خلافه. دارن بازی میکنن. الان مجرمی؟ پیتر، یادم رفت بهت بگم ارائه‌مونو به مامانم نشون دادم. به نظرش خیلی عالی بود، ولی از اسم خوشش نیومد. گفت بهتر اسمشو بذاریم درمان دنیا. این عالیه پسر. واقعا؟ وقتی برسیم بالای پله ها کمد سمت راسته، نه؟ بیا پایین. ما رو دید. بعید میدونم. بیا از هم جدا بشیم، تو باشگاه همو میبینیم. کی اونجا؟ افتادیم تو درد سر. نه تارم تموم شد. یوازیا کجایین؟ یکی اینجا بازیش گرفته. آره؟ باید دوباره مخزن تارم رو پر کنم. صبر کن، فکر کنم تو اتاق عکاسی تار دارم. آره، کل این ماجرا جدیده. باید تو مدیریتشون بهتر کار کنم. خیلی خوب، از کتابخونه به اتاق عکس، بعدشم به باشگاه. از باشگاه هم دیگه کمک ساده است. تو مسیر کسی نیست، وقتشه برم. دریچه های هوا بهترین دوستای عنکبوتان. خیلی خوب، حالا ببینم وسایل تارسازم رو کجا گذاشتم. اعتراف میکنم عاشق قهرمانای بچگیم بودم. من و هری برای گرفتن این عکس از یه پله فرار 100 ساله بالا رفتیم، ولی ارزششو داشت. بعد از این عکس رفتم پیش MJ. نمیدونستم بهش بگم سلام یا درود یا چی، برای همین ترکیبی زدم، سلام و درود. میدونم همینجاست. آره ها پیداش کردم. ای فوی. برای چرا بیخیال شو؟ خیلی خوب.
حالا فقط باید ترکیب بشه. سلام رفیق. باید بفهمم چطوری میتونم ظرفیت مخزن تارمو زیاد کنم تا اینطوری تموم نشه. حالا بریم تو باشگاه پیشهری. باشگاه اون طرف هواکشه. چطوری ازش رد بشم؟ حالا شد. فیلدریک، باید یه کاری کنیم از جلوی در تکون بخوره. خدای من خیلی خوب. خدای من واقعا متاسفم آقای ریک. اینجا را نگاه کنید. خدای من. واقعا من این بازی رو روح وجود نداره. کار عنکبوته. دوست دارم. اونا هم عالی دفاع میکنن و هم فوق‌العاده حمله میکنن. به مربی تیم باید تبریک بگیم. اونا بی‌نظیرن. پسر فکر کردم پیدات کردم. باید اون فلش رو برداریم و بریم. بیا سری بریم باشگاه. همه چی رو یادم آمد. خیلی عجیب بود. اینجا هم تغییری نکرده. فرق اینه که نگهبان دنبالمون نیست. اینطوری میتونیم یکم سرگرم بشی. مطمئنی میتونی؟ تو خودت آماده ای پسر جون؟ بذار نشونت بدم. یه ذره ضعیف شدم. بفرما. خوب بود. واقعا خوشحالم که حالت بهتر شده هری. جدی میگم. ممنون. راستی نشد بپرسم برنامه‌ات برای خونه میچ؟ هنوز هیچ. راستش خیلی کار دارم. نمیدونم تغییر دادنش حس عجیبی داره. درکت میکنم. حتما خیلی سخته پیت. عجله نکن. خیلی خوب. بزن بریم. آره همینه. وقتی ام جی اومد پیشت شاید بتونه بهت کمک کنه. نمیدونم. فکر نمیکنه کمکت کنه؟ نمیدونم میاد پیشم زندگی کنه یا نه. خب به نظر میرسید که مشکلی نداری. خونت بود داره؟ حالا یه فکری میکنی. مثل همیشه. در نهایت چندی؟ نشمردم. منم همینطور. ممنون که من آورده اینجا. واقعا بهش نیاز داشتم. منم همینطور. اما هنوز کارمون تموم نشده. اون نگاهتو میشناسم. میخوای چی کار کنی؟ کمد قدیمی تو یادته؟ فکر میکنی نگهبان کجاست؟ احتمالا تو بخش شرقیه. یا فلاشو از کمدت برداریم و بریم. باید کاری کنیم فلش به خاطر کارش تاوان بده. بی خیالش. نمیتونیم بی خیالش بشیم. اون کاپیتان تیم فوتباله. منم خواننده باشگاه شادی. معلومه که قصر در میره. بهترین انتقام اینه که فردا توی مسابقه برنده بشی. باید یه کاری کنم برگرده تو آسانسور. 3 بار این طبقه رو بررسی کردم. دارم وقتمو تلف میکنم. ببینم کسی اونجاست؟ اینجا چه خبره؟ بالاخره رفت. شانس آوردیم. آره زود باش. فلشو بردار بریم. این چیه؟ چطوری؟ زود باش. برش دار. لعنتی. کی اونجاست؟ کارت خیلی خوبه. این آقام تو برنامه بود؟ نه فرار کن.
پسر اینطوری دستگیر میشیم. اگه نتونه ما رو بگیره که نه. این اون نوع نوستالژی نیست که دلم میخواست. باید به اون درا برسیم. آره. چیزی نمونده. پلیس درو باز کنید. به پلیس خبر دادم دیگه تو درد سر افتادین. هری برو. ولی یه دقیقه جلوشونو بگیر. یه فکری دارم. چی کار کنم؟ فقط گیر نیافت. ای بابا همش یادم میره. درو باز کنید. سلام. تو با ما تماس گرفتی؟ بله اونها شن همونجا. خیلی خوب. ما میگردیم شما دوتان پخش بشید. حالا که نگهبان تناس باید فلش ازش پس بگیرم. خب همین جهان. افرادم دارن میگردن ولی به گزارش تو نیازه. خب ریک یعنی این سرایدار مدرسه یه سر و صدایی شنید. ای صدای چی بود؟ چی دیدی؟ اون یکی. زود باشید بچه ها. اونا حقه زدن. فکر کردم برای مسخره بازی وقت دارم. احتمالا گری الان منتظرمه. اینطوری درست بالا سرشم. ولی نه الان دنبال چند تا بچه پر رو افتادم. واقعا خسته شدم. بیا اینجا. اون چی بود؟ حالا چطوری از اینجا برم بیرون؟ بزن بریم به سرعت برق و باد. اونا تو دفترم بزن بجنبین. بریم از اینجا پیتر. زود باش پسر. زود باش. موفق شد. باید پنهان شیم. این پلیس نیست. بابامه. بابا بهت گفتم وقتی بیام خونه بهت زنگ میزنم. قضیه مادرته. چی شده؟ پیتر میشه یه دقیقه تنهامون بذاری؟ آروم باش بذارم. هری میگم این چیه؟ من که میگم اگه ارائه میدادیم برنده میشدیم. توی 10 سال گذشته کلی اتفاق افتاده. اینجا بودنم خودش معجزه است. یه فرصت دیگه میخوام و به خوبی ازش استفاده میکنم. ولی میخوام تو هم با هم باشی پیتر. وای نمیدونم. باید یکم فکر کنم. به نظرم فردا بیا آزمایشگاه. همه چیزو خودت ببین. آزمایشگاه داری؟ میخوام چند تا از ایده‌هامو بهت نشون بدم تا بتونیم دربارش حرف بزنیم. قبوله؟ البته. پیت، ما دنیا رو درمان میکنیم. گزارش وضعیت. عمارت و میدان تقریبا کامل شده. واحد ریکان گزارش میده. ماردشونی از دستمون فرار کرده. میتونیم پسش بگیریم.
پس اون دیگه نیست. دریافت شد. منتظر بقیه دستورات هستیم قربان. برای انتقال فردا آماده بشی، ولی دوباره شکست نخورید. من مایلز مورالزم و به همین زودی حوصلم سر رفته. سلام مایلز، کاری داری؟ هر کاری داشته باشی من پایم. برای مراقبت از قایق به یکی نیاز دارم. چی از این بهتر. الان خودمو میرسونم. اینطوری نگام نکن بابا. یه خورده دارم استراحت میکنم. سلام پسرم. مقاله چطور پیش میره؟ خوبه، خیلی خوبه. من دارم میرم پیش پیتر چون زنگ زد گفت کمک میخواد. ما قراره بهتره بهم جزئیاتو نگی. قرار نیست هیچ مشکلی پیش بیاد. صبر کن عزیزم. میدونی چند شب اخیر تو داشتی کار میکردی، درسته؟ منم سر کار بودم و خب ولی من سر کار نبودم. اینطوری نگام نکن، تو دردسر نیفتادم. قضیه اینه با یکی آشنا شدم. راستش داریم همدیگه رو میبینیم. آره درسته. و یه مردیه که چند باری هم دیدمش و شرایط خوب داره پیش میره. دقیقاً چی میخوای بگی مامان؟ میخوام دعوتش کنم برای یه شام. مطمئنم که برای مرد عنکبوتی کار پیدا میشه. یه خورده تنهاتون میشه. نه من میخوام تو اونو ببینی و اونم تو رو ببینه. ولی اگه راحت نیستی کاملا درک میکنم. مامان من موقع شام و پاستا برمیگردم. میبینم. باشه حتما. بهتره برم سمت قایق. فکر کنم این تونلای بادی سرعتمو زیاد میکنن. یکی دیگه هم اینجاست. عاشق روزاییم که باد میاد. آهای مایلز، دارم به قایق نزدیک میشم. داری میای؟ معلومه. از کی باید مراقبت کنیم؟ MJ دیروز بهم گفت که اسکورپیون به ریون کرافت منتقل شده. از وقتی مهدشنی هم اتاقی شده دیگه منابعی ازش نداریم. اسکورپیون قطعا عصبانی شده. دارم میام. سلام رفیق. خوشحالم که اومدی. به نظر میاد به موقع رسیدم. تکون بخور گنده بک. برای بعدی آماده ای؟ من فکر می‌کردم فقط قرار مراقب اسکورپیون باشی. مارتین لی. مایلز.
مایلز چیزی نیست. ردیف میشه. برای ترقه بازی زوده. باید بریم. قرمز و زرد. اگه اینا Make sure the prisoners are secure. حتما مراقب زندانیا باش. مراقب کشتی باش. از این طرف. حالت نظامی بگیرین. از این طرف را بیافتید. شلیک کنید. بزنینش. فرار کنید. زود باشید. فرار کنید. خیلی خودمو کش آوردم. سرت غنیمت من میشه. وای شمشیرات خیلی تیزن. حتما تازه به شهر اومدید. سلام، من مرد عنکبوتیم. اگه نمیدونید بذارید بگم که این آدمای بدین و باید تو زندان بمونن. از سر راهمون برو کنار. این قضیه به تو ربطی نداره. خیلی خوب، فکر کنم میشه بهتون خوش آمدم نگفت. یکی اونا بگیریدش. شکل نظامیتون رو حفظ کنید. نظر نگهبان رو جایی برم. مراقب باشید. میخواد برم تو کشتی. باید جلوشون رو بگیریم. اصلا اونا رو برای چی میخوایم؟ به نظر میاد گروه شما خودش کلی اراذل داره. خودت میبینی اتفاق با شکوهیه. اصلا این قضیه رو دوست ندارم. بیا اینجا. حواستون به مرد عنکبوتی باشه. نذارید به زندانیا نزدیک بشه. تو دیگه چی هستی؟ بچه کرکس؟ نذارید عنکبوتا حواستون رو پرت کنن. باید پیروز بشین. اونا قطعا اسکورپیونو میخوان. نباید بذاریم برن تو کشتی. برو پایین ببینم. مرد عنکبوتی هواتو دارم. چه ورود با شکوهی. اینا رو میبینی چقدر فناوری و پول براشون هزینه شده؟ آره شوخی ندارن. به نظر میاد میخوان اسکورپیون یا لیو بگیرن. شاید هم هر دوشون. اگه اونا دوباره آزاد بشن معلوم نیست چی میشه. تمرکز کن مرد عنکبوتی. شما غیر منتظره و بی اهمیتی. شما کی هستین؟ از کجا آمدین؟ این اخلاقشون خوبه که میدونن چی میخوان. ما زیادیم ولی یه پارچه میجنگیم. ای وای. حالا چی؟ باید کشتی آزاد کنیم.
بدنه کشتی سوراخ شده. کمک آدمای تو کشتی غرق میشن. من سعی میکنم اینو از بدن در بیارم، ولی فکر کنم شاه آرتور کارش خیلی ساده تر بود. کمک. آدمای بیشتری تو کشتی هن. بهتره بذاری من نگران اونا باشم. مرد عنکبوتی باید بیای بیرون. به محض اینکه همه رو خارج کنم میام. اونجا همه چی مرتبه. تو راه خروج دنبال یه نفرم که نجاتش بدم. اوضاع اینجا خیلی بده پیتر. اون بیرون چه خبره؟ نگهبانا رو بردی یه جای هم؟ الو پیتر؟ آنتن ندارم. بهتره عجله کنم. ای وای، اوضاع داره بدتر و بدتر میشه. کسی اونجاست؟ اسکورپیون فرار کرده و منو زندانی کرده. اسکورپیون فرار کرده؟ باید به مرد عنکبوتی خبر بده. دارم میام، طاقت بیار. میارمت بیرون. زود باش. آروم باش. یه رای پیدا میکنم. فکر کنم دسترسی به برق چیز خوبی باشه. اینجوری بهتره. خوب شد. آب خیلی اومده بالا. نمیتونم برگردم. جریان الکتریکی خیلی قویه. حدس منم میتونم حسش کنم. نباید بذارم به نگهبانه برسه. این مقدار از الکتریسیته اونا رو زنده میسوزونه. چی شد؟ چی کار میکنه؟ باید از آب دور بمونی. باشه. باید انرژی اضافی رو تخلیه کنم. خیلی ممنون بچه جون. ولی من نجاتت دادم. واقعا غیر ممکنه. نه بابا، این واقعی نیست. اسکورپیونو میبینی؟ یه ابرقهرمان؟ شاید فقط من تسلیم نمیشم. تسلیم شو. تسلیم شو. مایلز. مامان. ایلی. صبر کن. اونجا امن نیست. مایلز. چه؟ چقدر خوبه که مایلز نیست. حالا که تو مرد عنکبوتی هستی لازم نیست دیگه نگران باشم. هیچ کدوممونم نمیمیریم. من نمیذارم برات اتفاقی بیفته. وقتت داره تموم میشه پسرم. مامان. باید از اینجا برم بیرون. باید پیداشون کنم.
مرد عنکبوتی؟ لی منتظر چی هستی؟ اینطوری نه. این دیگه چیه؟ آماده گرفتیمش. ببرش بالا برو. لی نمیتونی از اینجا بری بیرون. این دیگه چیه؟ نکنه قدرت سیمیه. نمیتونم کنترلش کنم. بهش فرصت ندید. مرد عنکبوتی، اونا مارتین لیو بردن. اسکورپیونم بردن. من دنبالشونم. فکر میکنی میتونی بری سراغ لی؟ میتونم همین الان برگردم. ردیفش میکنم. تو برو. مطمئنی؟ نمیتونم اجازه بدم دوباره نزدیک خانوادم بشن. نه بعد از اتفاقی که برای پدرم افتاد. باید ازشون محافظت کنم. اونا به هم نیاز دارن. قرار نیست اتفاقی برای خانوادت بیفته. من زود برمیگردم. من میتونم. میکشمت. برگرد ببینم. مراقب باشی. لعنتی. بپرید پایین. مراقب باشی. اون دیگه چیه؟ خدای من. اون همینجاست. عنکبوتو بکشید کالی رو ببرین. نمیذارم ببریدش. تو خیلی احمقی. اونا برای ما. اون داره ما رو آزمایش میکنه. هی بیا اینجا لعنتی. فکر کنم تموم شده. مرد عنکبوتی، اوضاع داره بد میشه. قسمت شرقی رودخونه آتیش گرفته. چی؟ وای باشه. دارم میام. فرار کنید. بعداً میرم دنبال اسکورپیون. همه جا آتیش گرفته. یکی کمک کنه. روشن نمیشه. هواتونه دارم. محکم بشینید. کمک. روشن نمیشه. کارمون تمومه. اوه خدای من. ممنون پسر. نه خیر. نمیذارم جایی بری. لی جایی نمیره. اون پروانه. فرار کنین. من جلوشو میگیرم. من اینجا بچه ها. هواتون رو دارم. بکشیدش. برید کنار ببینم. میخوام پروانه رو متوقف کنم.
تو میخواستی بذاری بمیرم. تو نمیدونی چی ازم گرفتی. مرد عنکبوتی بذار برن. وای خدای من، کمک کنید، خدای من کمکم کنید، کمکم کنید. مرد عنکبوتی به کمکت نیاز دارم. باز خوب نیروهای امداد سریع رسیدن. پلیس دنبالشونه ولی ردی ازشون نیست. بالای رودخونه خبری نیست؟ فقط خراب و آوار. ببینم اونا کی بودن؟ هر کسی هستن فناوریای خیلی عجیبی دارن. تازه اونا الان لیو اسکورپین هم دارن. نقششون هر چیزی که باشه میفهمیم و جلوشونو میگیریم. آره. پیت، وقتی لیو تو کشتی دیدم نمیدونم قدرتام انگار. فکر میکنی قدرتت با قدرت لی ترکیب شده؟ دقیق نمیدونم ولی انگار ثبات نداشت. به هر حال اون برقابی از هر جایی که اومده باشه امروز نجاتمون داد. هی ما لیو میفرستیم همون جایی که بود. قول میدم. معطلم نکن. مثلا خواستم اخم کنم. وقتی من هستم نمیشه. زود باش. تو خیلی خوبی مرد. تحمل کن مایلز. سلام مایلز، داشتم به گوش کردن پیغامگیرت عادت میکردم. آدرس رو برات فرستادم، میاد؟ سلام آرون. چیه؟ نگو وقت نداری. نه میخواستم بعد آزاد شدن یه خورده تنها باشی. لازم نکرده. به علاوه ما باید یه کاری هم بکنیم. چی؟ ما؟ به زودی میبینمت بچه جون. برو ببینش و تمومش کن مایلز. اینجوری بعدش میتونی رو اسکورپین و لی تمرکز کنی. حس میکنم یه نقشه خیلی بزرگ دارن. واقعا باید با ماسک بیایی دیدن؟ خب بستگی داره. آروم باش. نمیخوام دوباره از برادر زادم کتک بخورم. پدرت هم دقیقا اینطوری نگاه میکرد. چی شده؟ مارتین لی یکی فراریش داده. مایلز میدونم به چی فکر میکنی. تقصیر تو نیست. نباید اجازه بدی ذهنتو درگیر کنه. اینطوری انگار زندانی شد. به این سادگی هم نیست. منم نگفتم آسونه.
ولی بعضی وقتها باید گذشته رو کنار بذاری تا بتونی برای آینده جا باز کنی. من برای همین زنگ زدم. تو یه چیزی به کمکت نیاز دارم. خودم میتونستم ولی تو آزادی مشروط نباید خلاف کرد. بگو چیه؟ فقط یه نوع فناوری قدیمی که میخوام از تو خیابون جمع بشه. اونا تو آزمایشگاه راکسون نزدیک پارک مرکزی گذاشتم. آره میدونم. تو واقعا میخوای پرورل بودن کنار بذاری؟ با هم کنار میذاریم. یه چیزی رو فراموش نکردی؟ آخه چطوری؟ مایلز، درباره قضیه لی احمق نباش. باشه جدی میگم مایلز، شنیدم اون میتونه مغز آدمو تبدیل به تخم مرغ آبپز کنه. بی خیالش شو. خب دیگه چه خبر؟ مدرسه چطوره؟ کالج چی؟ از کسی خوشت اومده یا نه؟ نمیدونم. یعنی آره. خیلی خوب رسیدم. بگو باید دنبال چی بگردم؟ فقط از چشمت استفاده کن برادر زاده. وقتی ماسکتو برداشتم چند تا کد توش. معلوم از این کارو میکنی. تا وقتی از کد استفاده نکنی انبار مخفی میمونه. آخرین مرحله رمزگشایی. امتحانش کن. تقلب نکن. راحت باش. تموم شد. هدک نبود. یه در دیگه. عالی شد. از اینجا نمیتونم بازش کنم. میتونستی پرولر خوبی بشی. الان دیگه راحت میتونی بری داخل. اینجا رو باش. یه مرحله جدیده. این کجا بود تا حالا؟ واقعا تا الان از دید پنهان بوده؟ انجام شد. حالا به هم میگی چیه یا نه؟ نمونه های اولیه لباس قدیمیمه. میتونی نگهش داری. فناوری خفنی. عالیه. حتما میشه ازش استفاده کرد. گوش کن. فقط این انبار نبود. به نظر میاد هر کسی که لیا آزاد کرده فناوری منو به دست آورده. نمیخوام به دست آدمای بد بیفته. تو تنها کسی هستی که بهش اعتماد دارم. باشه. ردیفش میکنم. مختصات تو ماسکه. ممنونم برادر زاده. و من راحت باش. نمیدونم نظر مامان درباره این قضیه چیه. الو مایلز، شنیدم توی انتقال چه اتفاقی افتاده. حالت خوبه؟ آره مامان، خوبم. داشتم توی یه سری چیزا به عمو کمک میکردم. اوه، ببینم حالش چطوره؟ آره خوبه. مامان، تو خونه میبینمت خب؟ قبل اینکه دوباره بپرسی خوبم. باور کن. خیلی دوست دارم. عاشقتم. خیلی خوب، بریم تو شهر ببینیم چه خبره. شاید یهو لیرم پیدا کردم. ببینم کسی داره ترقه بازی میکنه؟ اصلا فکر خوبی نیست. مایلز، نمایشگاه یادته دیگه؟ داری میای؟ آره امروزه یادم. آقای اطلس گفته که میاد. اون بهترین رشته فناوری موسیقی رو توی ایالت داره و مثل اینکه بورسیه هم میکنه. ازش خیلی سوال دارم. خیلی سری میام. یه روز دیگه و یه بلای دیگه سر شهر زیبامون اومده و حدس بزنید مقصر کیه؟ زمانی که باید یه انتقال معمولی به زندان رخ میداد، مرد عنکبوتی خواست خودشو وارد اون قضیه کنه، در صورتی که توسط مقامات مربوط داشت انجام میشد و کاملا خرابش کرد.
گروه جدیدی از مزدوران حضور ونو با دزدیدن اسکورپیون و آقای نگای مارتین لی اعلام کردند. اطلاعات زیادی درباره اونا نداریم به جز اینکه از پوست حیوانات استفاده میکنن. ولی یه چیز مشخصه، مرد عنکبوتی جلوشون رو نگرفت. اگه به پلیس اجازه داده میشد تا وظیفه‌شون رو انجام بدن، الان این اتفاق نیفتاده بود. مثل اینکه یه شاهد عینی با همون تماس گرفته. سلام جناب، ممنون که به هم وقت دادی. میخواستم بگم حرفی که میزنی کاملا دروغه. بفرما زکی. من توی اسکله بودم. پلیس نمیتونست کاری بکنه. مرد عنکبوتی خیلی ها رو نجات داد و تقریبا جلوی اون مزدورا رو گرفت. اولا که شانس آوردی که زنده ای. دوما بذار ازت بپرسم، میتونی حدس بزنی قانون شکنا این هفته چقدر به همون خسارت مالی زدن؟ نه، ولی مسئله این نیست. من وقت ندارم درباره این چیزا بهتون توضیح بدم وقتی مجرما تو لباس مبدل دارن شهرمون رو به ویرانه تبدیل میکنن. فقط به تمام مشکلاتی که تو حمل و نقل به خاطر اونا باشون مواجه میشیم فکر کنید. وقتی نمیتونید اصلاح کنید چون کرمه مورد علاقتون تو ترافیک گیر افتاده، یاد مرد عنکبوتی بیافتین و ازش تشکر کنید. وقتش رسیده که مسئولیت کارشون رو انجام بدن. باید یه کاری کرد. همچین پیامی از طرف اسپانسر دارم. مطمئنم کوله پشتیم همین طرف هست. سلام مایلز، خوبی؟ خوبم، تو چطوری؟ سلام مایلز. سلام. اینو دیده بودی؟ وای پسر، باورم نمیشه آقای اطلس قراره بیاد نمایشگاه. شاید یکی از اون بورسیام نصیب من شد ها؟ البته اگه از صدام خوشش بیاد. فناوری‌های جدید روبروی ماست، میتونی توی این بروشور بررسیشون کنی. ما اطلاعات خوبی درباره سلامتی داریم. لطفاً با پدر و مادر و پزشکت مشورت کن. بهتون کمک میکنن چیزی که مناسبه رو پیدا کنی. بله، بروشورها مجانیه. یادت باشه سلامت و ایمن بمونی. سلام بچه‌ها. اوه، خدا رو شکر که اومد. آقای اطلس هنوز نیومده. میخوام باهاش در مورد اون برنامه فیزیک محاسباتی حرف بزنم. گزارش شخص گم شده رو 30 دقیقه پیش دریافت کردیم. چی شده؟ موضوع همینه. اون خانم رفت از ماشینش یه چیزی بیاره، بعدش غیب زد و ازش خبری نشد. هی، چیزی شده؟ 2 کلمه خانومو گم شده شنیدم. شاید بتونم اطلاعات بیشتری به دست بیارم. تو برو، ما جاتو نگه میداریم. دمت گرم. باید برم پیش مدیر. نمیدونم، شاید بتونم اطلاعات بیشتری به دست بیارم. مسائل شخصی اون پیش شما؟ رمز داره؟ پیامی چیزی برای شما؟ خیلی خوب. فقط چند تا اعلان از برنامه بدنسازیش اومد. داشت قدماشو میشمرد هر جایی که میرفت. دانش آموزا خانم فرگوسن رو دوست دارن. امیدوارم حالش خوب باشه. لطفاً پیداش کن. باشه، تمام تلاشمون رو میکنی. خانم فرگوسن گم شده؟ آی پسر، مثل اینکه هنوز ساعت هوشمندش دستشه. ببینم میتونم سیگنالش رو پیدا کنم یا نه. خیلی خوب. بذار ببینم ساعت هوشمندش دقیقاً کجاست. خب آخرین موقعیتش داستون هاربر بوده. شروع تماس متنی با هلی کوپر. مایلز، آقای اطلس تازه رسیده. کجایی؟ خیال. اول باید خانم فرگوسن رو پیدا کنم.
هر وقت تونستم میام. الان داره درخواستای بورسیه رو میده. ببینم میتونی یکیم برا من بگیری؟ یه کار بهتر میکنم، لینکش رو برات میفرستم. ممنونم. موفق باشی و راستی عجله کن. باید همین اطراف باشه. بهتره بی سر و صدا کار کنم. هی مایلز، چی شده گنکی؟ میتونی صبر کنی؟ نه نمیشه. آقای اطلس اینجاست. بهش گفتم چطوری کار داوطلبانه نمایشگاهو از دست دادی. اونم خواست باهات پشت تلفن صحبت بکنه. الان میتونی حرف بزنی دیگه؟ دمت گرم گنکی، ولی الان اصلا وقتشو ندارم. بفرمایید آقای اطلس. میدونم پرواز دارید. گنکی. سلام مایلز. بله سلام. چرا آروم اینطوری بهتره. وقت خوبی تماس نگرفتم؟ نه یه کاریش میکنم. بفرمایید. عالیه. شنیدم به برنامه فناوری موسیقی ما علاقه‌مندی. خب از خودت بگو ببینم سرگرمیات چیه؟ سرگرمی؟ خب قبلا آهنگسازی میکردم ولی اخیراً زیاد وقت برای این کارو ندارم. گنکی چند تا از کاراتو نشونم داد. خیلی خوب بودن. مخصوصا اون آهنگ تاب خوردن. منبع الهام چی بوده ها؟ خب راستش یه روز داشتم تاب میخوردم و همینجوری فکر میکردم که یه دفعه این آهنگ اومد تو ذهنم. خیلی جالبه. میشه بگی چی توی زندگی بهت الهام میده؟ این که وقتی مردم بهم نیاز داشته باشم پیششون باشم، قابل اعتماد باشم، قابل اطمینان بودن، کسی باشم که مردم بتونن بهم تکیه کنن. خیلی جالبه. خب سوال آخر، چرا فکر میکنی کالج ما برای تو مناسبه؟ من تسلیم نمیشم و اینکه برام مهمه که کار درست رو بکنم. ناامیدتون نمیکنم. فوق‌العاده است. خیلی خوب مایلز، ممنون که وقت گذاشتی. فکر کنم کافیه. ازتون ممنونم. ایمیلمو میخواین تا با هم دیگه در ارتباط باشیم و بتونیم بهتر از این نمیشد. شاید بهتره برگردم و خودم شخصا با آقای اطلس حرف بزنم. باید یه چند تا چیزو بهش توضیح بدم. پیداش میکنیم و شکستش میدیم. هیچ وقت دوست ندارم مثل شما باشم. خیلی خوب. حالا باید ببینم سیگنال به کجا میرسه. قبلا که بهتون گفتم من برای شرکت رند آن اینجاست. این شیشه بدجور شکننده است. فناوری قفل مرحله ای داره. کمکمون کن بازش کنیم. دیگه من اینجا. حالت خوبه؟ خوبم. ولی اینا کیان؟ از کجا میدونستن من برای رند کار میکنم؟ بذار وقتی آزادت کردم دربارش حرف میزنیم. خب برو قایم شو. من حسابشونو میرسم. مراقب باش. باورم نمیشه. همه رو تنهایی زدی. کار من همینه دیگه. آماده بریم؟ آره. میخوایی منو حمل کنی؟ معلومه. قبلا این کار کردم. البته باید قول بدی اگه روت بالا آوردم ازم شکایت نمی کنی. خیالت راحت. فقط اول سعی کن به برادرت بگی. به خاطر مرد عنکبوتی معلم عزیز ما خانم فرگوسن صحیح و سالم پیشمون رسیدن. برای تشکر باعث افتخارمه که مرد عنکبوتی و قهرمان رسمی بروکلین ویژنز اعلام کنم. همیشه اینجا میتونی بیای مرد عنکبوتی؟ و الان برمیگردیم سر کارمون. باید یه نمایش رباتیک اجرا کنیم. خداحافظ. خب مصاحبه چطور بود؟ بدک نبود. پس بد نبوده. سعی کن نگران نباشی. هنوز فرصت داری یه کاریش کنی. نه واقعا. سلام مایلز. ازت به خاطر مصاحبه ممنونم. ولی اینطور که مشخصه درگیر مسئله مهمی هستی. آقای سینکلر خیلی ازت تعریف کرد. همینطور مدیر وانس. پس بیا کار درست رو بکنیم و شخصا این هفته توی محوطه هم دیگه رو ببینیم.
سلام پیت. آماده ای بیای سازمان رو ببینی؟ حتما. خیلی هیجان زدم تا ببینم چی کار میکنی. منم خیلی دوست دارم بهت نشون بدم. ببخشید ام جی پشت خطمه، بعداً میبینمت. سلام، چطوری؟ خوبم. همین الان داشتم با هری حرف میزدم. فکر کنم این قضیه سازمان خیلی جالبه. خب آره. منم توی کارم یه خورده افتادم جلو. اطلاعاتی درباره فناوری که اون خلافکارا توی انتقال زندانی ازش استفاده کردن به دست آوردم. اونو در سطح دارپان. آره، هر کسی که پشت این ماجراست منابع زیادی داره. مایلز فکر